اگه کشور ایران محدودیت‌های امروز رو نداشت چه اتفاقی برای صنعت گردشگری می‌افتاد؟ دیگه مردم دنیا برای دیدن شهرهای توریستی ساحلی به آنتالیا و استانبول توی ترکیه نمی‌رفتن. همه می‌اومدن رامسر خودمون. مردم اروپا دیگه برای سواحل دبی و کشورهای عربی سر کله نمی‌شکوندن. با نیم ساعت یک ساعت پرواز می‌اومدن ایران و از جزیره‌های قشم، کیش و هرمز بازدید می‌کردن. دیگه کسی نمی‌رفت دبی که آثار تاریخی کپی شده و فیکی که تازه چندین سال ساخته شده رو بازدید کنن. می‌اومدن ایران با دیدن آرامگاه کوروش و تخت جمشید و هزاران آثار تاریخی ایران با تمدن 2500 ساله ایران آشنا می‌شدن. دیگه کوهنوردای دنیا برای قله 5000 متری به سمت آرارات ترکیه و آراگات توی ارمنستان نمی‌رفتن. همه میومدن ایران و قله دهماند خودمون رو صعود می‌کردن. مردم کشورهای بیابانی برای کمپ و طبیعت‌گردی وارد ایران می‌شدند و از طبیعت گیلان و مازندران و لرستان و کردستان لذت می‌بردن. آره، کشورهای اطراف ایران از خودشونه که ما فقط با فروش منابع طبیعی پول در بیاریم. چون اگه صنعت گردشگری تو ایران آباد بشه، دیگه کسی پاشو توی ترکیه و دبی و عربستان نمی‌ذاره. به نظر شما بهترین راه حل برداشتن این همه محدودیت‌ها برای ورود توریست‌ها به ایران چیه؟